السلام علیکم مشاهدین گرامی. ویدیوی امروزه ما از ویدیوهای قبل با کلی فرق میکند، زیرا شاعر میگوید که ناگاه تو را از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند، غافل منشین زمان زمانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. امروز روزی است که شاهستون خانه ما پدر بزرگوارمان 8 اوگوست سال 2015 این دنیا را ناگهانی پدر گرفتند. راستی خواستم امروز در نزد قبر پدر سخن گویم، جرأت نکردم، یعنی انیخترش سخن گفته نتوانستم. پس آن شخصانی که مرا میبینند حتما پدر و مادر خود را احترام کنید، به قدر و قیمت آنها برسید. همون وقتی که پدر را مادر را از دست دادید، بعد میفهمید که آنها گوهری نایاب هستند. پس پدر و مادر شما اگر در حیات باشند، در زنده بودن آنها به قدرشان برسید، زیرا بیدل میگوید یک وجب راه است بیدل، از تو تا دامان خاک، در سری مژگان چو اشک ایستاده هوشیار باش. نگویید که خدمت پدر و مادر میکوشم، زیرا مرگ بالای سر انسان ناگهانی می آید. امروز هستید، پگاهش نامعلوم است. اگر توانید بیشتر خدمت کنید، اگر نتوانید حداقل نرنجانید، سخنهای ناجا نگویید، زیرا امروز هستند فرزندانی که به قدر ایشان نمی رسد و احترامشان را به جا نمی آورند. انسان همون وقت به قدر آنها می رسد که الکی پدر و مادر آن در حیات نیست. صد افسوس از آن روزی که پدر را از دست دادم، گویا که کوهی را که تکیه داشتم به خاکستر مبدل گشت و دیگر سایبانم نیست. پس پدر و مادر خود را احترام کنید. به حق پدر من عبدالقهار که یک بسیار آدمی خاکسار بودند، در حقشون دعا گویید تا خداوند جنت الفردوس را نصیبشان و گناههایشان را خدا مغفرت گرداند. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو پدر درمان، پدر روشنگری دل ها، پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو پدر درمان، پدر روشنگری دل ها، پدر روشنگری دل ها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است، اگر خرسند کند ما را، همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم، پدر نیروی فرزند، پدر یک عالمی بیغم.